سلام دوستان، روز همگی بخیر. امروز یکی از شعرهای زیبای مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر اهل خراسان رو براتون اجرا میکنم. شعر خانه هشتم که یکی از تأثیرگذارترین اشعار حماسی شعر پارسی است. پس بدون معطلی با هم به درون شعر خانه هشتم سفر کنیم. یادم آمد هان، داشتم میگفتم آن شب نیز صورت سرمای دی بیدادها میکرد. و چه سرمایی، چه سرمایی، باد برف و سوز وحشتناک. لیک خوشبختانه آخر سرپناهی یافتم، جایی گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شب. گرم از نفسها، دودها، دمها، از سماور، از چراغ، از کپه آتش، از دم انبوه آدمها. و فزونتر زاندگرها مثل نقطه مرکز جنجال از دم نقال. همگنان را خون گرمی بود، قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشین پیغام، راستی کانون گرمی بود. شیشه ها پوشیده از ابر و عرق کرده، مانع از دیدار آن سوشان، پرنیانی آبگین پرده. بر سرش نقال بسته با زیباترین هنجار، به سپیدی چون پر قو ململین دستار، بسته چونان روستایان خراسانی، باستانگان یادگار از روزهای خوب پارینه. یک سرش چون تاج بر تارک، یک سرش آزاد، شکرآویزی حمایل کرده بر سینه. مرد نقال آن صدایش گرم نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا، و دمش چونان حدیث آشنایان گرم. آن برافشانده هزاران جاودان موج، با بم و زیر و حضیض و اوج. آن به آیین گونه گون اسلوب و هنجارش، آن سکون و وقفش دلکش، همچنان که جنبشش آرام و رفتارش. راه میرفت و سخن میگفت، چوب دستی منتشا مانند در دستش، مست شور و گرم گفتن بود. صحنک میدانک خود را تند و گاه آرام میپیمود. همگنان خاموش، گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مرواری، پای تا سر گوش. هفت خان را زاد سرو مرو، آن که از پیشین نیاکان تا پسین فرزند رستم را به خاطر داشت. وان چه می جستی از او زین زمره حاضر داشت. یا به قولی ماخ سالار، آن گرامی مرد، آن حریوه خوب و پاکایین روایت کرد. خانه هشتم را من روایت می کنم اکنون، من که نامم ماست. آری
خان هشتم را ماس. راوی توسی روایت می کند اینک: من همیشه نقل خود را با سند همراه می گویم تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک. همچنان می رفت و می آمد، همچنان می گفت و قدم می زد. گاه می استاد و به سوی چشم می غراند. چوب دستش را تکان می داد. قصه است این، قصه آری، قصه درد است، شعر نیست. این عیار مهر و کین و مرد و نامرد است. بی عیار و شعر محض و خوب و خالی نیست. هیچ همچون پوچ عالی نیست. این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها. روکش تابوت تختی هاست. این گلازین باغ جادو نقش خواب آلود قالی نیست. شعرهای خوب و خالی را راست میگویم، راست. باید امروز از نوآیینان بیدردان خواست و از فلانک یا فلان مردان، آن طلایی مخمل آوایان خونسردان. راویم من، راویم، آری بازگویم همچنان که گفتم باری. راوی افسانه های رفته از یادم، جغد این ویران شده نفرین شده تاریخ. بوم بام این خراب آباد، قمری کوکو سرای قصرهای رفته بربادم. با کدامین جادوی تدبیر، با کدامین حیله و تزویر، ای درستان به درستی که بگوییدم، ناشکسته می نماید در شکست آینه تصویر. آری آری، من همین افسانه می گویم و شنیدن را دلی درد آشنا و انده اندوده و به خشم آغشته و بیدار می جویم. اندکی استاد و خاموش ماند. منتشایش را به سوی غرب با تهدید و با نفرت و به سوی شرق با تحقیر لحظه جنباند. گیسوانش را چو شیری یالها شفشاند. پس هماوای خروش و خشم با صدایی مرتعش، لحنی رجز مانند و دردآلود خواند: آه، دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران شهر، شیر مرد عرصه ناوردهای هول، گرد گرداوند، پور زال زر جهان پهلو، آن خداوند و سوار رخش بیمانند، آن که نامش چون هماوردی طلب می کرد، در به چار ارکان میدانهای عالم لرزه می افکند، آن که هرگز کس نبودش مرد در ناورد، آن زبردست دلاور پیر شیرافکن، آن که بر رخشش تو گفتی کوه بر کوه است در میدان، بیشه شیر است در جوشن، آن که هرگز چون کلید گنج مروارید گم نمی شد از لبش لبخند، خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان،
خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند. آری اکنون شیر ایران شهر، کوه کوهان، مرد مردستان، رستم دستان. در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، کشته هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر. چاه قدر ناجوان مردان، چاه پستان، چاه بیدردان. چاه چنان ژرفی و پهنایش، بی شرمیش ناباور و غم انگیز و شگفت آور. آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند، در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود. پهلوان 7 خان اکنون طعمه دام و دهان خان 8 بود و می اندیشید که نبایستی بگوید هیچ. بس که بی شرمانه و پست است این تدبیر، چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ. بس که زشت و نفرت انگیز است این تصویر. و می اندیشید باز هم آن قدر نابردانه چرکین، باز هم آن حیله دیرین، چاه سرپوشیده. چه نفرت آور جنگ یعنی این. جنگ با یک پهلوان پیر یعنی این. و میاندیشی که نبایستی بیاندیشد. چشمها را بست و دیگر تا مدتی چیزی نیندیشی. بعد چندی که گشودش چشم، رخش خود را دید. بس که خونش رفته بود از تن، بس که زهر زخمهایش کاری، گویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت میخوابید. آه، پهلوان کشتن دیو سپید آنگاه دید دیو سیاهی غم که تا آن دم برایش پهلوانی ناشناسی بود. پنجه افکنده است در جانش و دلش را می فشارد درد. همچنان حس کرد که دلش می سوزد. آنگه سوزشی جانکاه گفت در دل رخش، تفلک رخش. این نخستین بار بود شاید کان کلید گنج مروارید او گم شد. ناگهان انگار بر لب آن چاه سایه‌ای پرهیب محو سایه‌ای را دید. او شغاد آن نابرادر بود که درون چه نگه می کرد و می خندید و صدای شوم و نامردانش در چاه سار گوش می پیچید. هان شغاد! اما دونک نامرد بس کوچکتر از آن بود که دل مردانه رستم برای او به خشم آید. باز اندیشید که نبایستی بیندیشد و نمیشد. این شغاد دون، شغاد پست، این دغل، این بد برادندر، نطفه شاید نطفه زال زر است، اما کشتگاه و رستگاهش نیست رودابه. زاده او را یک نبهره شوم، یک ناخوب مادندر. نه، نبایستی بیندیشم.
باز چشم او به رخش افتاد، اما وای، دید رخش زیبا، رخش غیرتمند، رخش بیمانند با هزاران یاد بود خوب خوابیده است. مرد نقال از صدایش زجه می‌بارید و نگاهش مثل خنجر بود و نشست آرام و یال رخش در دستش. باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم، میزبانی و شکار و میهمان پیر، چاه سرپوشیده در معبر. نبایستی بیندیشم، بس که زشت و نفرت انگیز است این تصویر. جنگ بود این یا شکار؟ آیا میزبانی بود یا تزویر؟ قصه میگوید که بیشک میتوانست او اگر میخواست که شغاد نابرادر را بدوزد، همچنان که دوخت با کمان و تیر بر درختی که به زیرش ایستاده بود و به آن تکیه داده بود و درون چه نگه میکرد. قصه میگوید که برایش سخت آسان بود و ساده بود، همچنان که میتوانست او اگر میخواست کان کمند 60 خم خیش بگشاید و بیاندازد به بالا بر درختی، گیره‌ای، سنگی و فراز آید. ور بپرسی راست گویم راست، قصه بیشک راست میگوید. میتوانست او اگر میخواست، لیک